عجیبترین کارخانه بازیافت خداوند در کائنات کجاست؟ اسرارآمیزترین کارخانه بازیافت خداوند در جهان در بدن انسان نصب شده و اگر 72 ساعت فقط آب بنوشید این کارخانه فعال میشه و معجزه زیبایی رو در بدن تو خلق میکنه. این جمله آشناست که خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی و خودشناسی بالاترین عبادت هاست. با سازوکار بدن خودت، جسم خودت، روح و ذهن خودت آشنا شو تا قدرت درونی خودت رو بیدار کنی. اگر 72 ساعت فقط آب بخوریم چی میشه؟ بعد از 12 ساعت بدن به بالاترین حد چربی سوزی خودش میرسه. 1 و 2 3. بعد از 18 ساعت 1 و 8 9 کارخانه بازیافت بدن به صورت ذاتی و الهی وارد مرحله کتوزیس میشه. یعنی چی؟ یعنی سلولای بنیادی چربی‌های اضافی بدن رو جذب میکنن و اون رو تبدیل به انرژی و سوخت بدن میکنن. بعد از 24 ساعت معجزه پاکسازی شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی سلولای بنیادی، سیستم دفاعی بدن به طور خودکار توی بدن میچرخن و میگردن، سلولهای کهنه و بیمار رو جذب و اونا رو تبدیل به امینو اسید میکنن که ماده اولیه ساخت پروتئین در بدن. و بعد از 48 ساعت 4 و 8 12 1 و 2 3 چی میشه؟ هورمون رشد در بدن انسان فعال میشه و بدن خود به خود شروع به عضله سازی میکنه. قابل توجه ورزشکاران و اونایی که میخوان قدشون بلند بشه. بعد از 54 ساعت چی میشه؟ 5 و 4 9 سیستم دفاعی بدن فعال میشه، التهاب ها و عفونت ها رو جذب میکنه و اونا رو تبدیل به انرژی و سوخت بدن میکنه. قابل توجه بیماران دیابتی، مقاومت انسولین در بدن به پایین ترین حد خودش میرسه. بعد از 63 ساعت چی میشه؟ سلول های دفاعی بدن و بنیادی بدن وارد ذهن میشن و افکار منفی، سم کورتیزول، نگرانی و استرس رو جذب و اونا رو تبدیل به دوپامین و سروتونین و آرامش میکنن. بعد از 72 ساعت چی میشه؟ انسان از حالت بقا خارج و به حالت خلق و آفرینش میرسه. با یک مدیتیشن ساده به راحتی میتونی خواسته خودتو تجسم و خلق کنی.